نیریه دوستان، از تعمیر حکیم ناصر خسرو بلخی هست که دیگه کسایی بود حتما قصر میزد خویجه تعمیر گفته. این طرف هم دوستان عزیز قصر عروسی کریستال در تصویر بیننده هستین از جاهای زیبا و مقبول شهر کابل. و ما هم دوستان عزیز در چهارراهی سرسبزی شهر کابل هستیم، از جمله ساحات مشهور و وقتایی که یک ذره خوب سعی سر بگیره عروسی ها و اینا، چون حال باران هم از دوستان عزیز یک ذره آب و هوام خراب است در تابستان و خزان و وقتا خوب میشه بازارا ها. وقت دیگه کار خود به اتمام برسانه. حتما دوستان عزیز تغییرات را که بیرون آورده در داخل هم تغییرات آورده. ما تنها بیرونش می‌بینیم اما داخل هم تغییرات آمده. باران همچنان دوستان عزیز باریده میره و هوا هم به شدت سرد هست. کالار روسی دیگه هم دوستان عزیز طرف هست به نام سیاره کانتیننتال. سلام و درود مسار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و از زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، هتل های عروسی را میبینید یک پس زنگ فنگشان شروع هست و کارشان آغاز شده. شهر کانتیننتال در تصویر میبینید و این طرف قصر نیریه دوستان، از تعمیر حکیم ناصر خسرو بلخی هست که دیگه کسایی بود حتما قصر میزد خویجه تعمیر گفته. این طرف هم دوستان عزیز قصر عروسی کریستال در تصویر بیننده هستین از جاهای زیبا و مقبول شهر کابل. و ما هم دوستان عزیز در چهارراهی سرسبزی شهر کابل هستیم، از جمله ساحات مشهور و محبوب کابل دوستان عزیز. پیاده‌رو دوستان عزیز امروز بسیار خلوت هستند و بسیار هیچ بیربار نیست دوستان عزیز، هیچ جای شهر بیربار نیست. البته طرف شهر مرکزی دیگه مهدی افغانان و طرفا نرفتیم، اما این طرفا دیگه اصلا دوستان عزیز بیربار نیست، مثل دیگه روز بیربار نداره اصلا. تعمیرها را میبینید دوستان عزیز. قصر عروسی سال بود. شفاخانه ها دوستان عزیز، شفاخانه جراحی همکار و شفاخانه جلدی و زیبایی. ناب فرنیچر نایاب فرنیچر دوستان عزیز. در پارکینگ آمد دوستان عزیز. این موترهای کرایی هستن، موترهایی که گل زده میشن دوستان عزیز. موترها اون دفترش هست گلسازی موترهای کرایی کابل. اون جی کلاس هم داره، موترهای لکس اسپایسر 70 هم هست، لکس 600 هم هست، فورونر، لند کروزر، فورونرهای مدل پایین، همه مدل ها هستن. یعنی هم دوستان عزیز از خود چهارراهی که در تصویر بیننده هستیم که اون شفاخانه جلدی و زیبایی دکتر زلمه خان احمدزایی در طرف است و این طرف هم تالار عروسی شام پاریس است. دوستان نهایت گرامی، ناگفته نمانه که اون تالار دیگم کم کم هم بازسازی خود تکمیل کرده میره و اون در حال تکمیل شدن هست و کار کرده میرن دیگه که وقتایی که یک ذره خوب سعی سر بگیره عروسی ها و اینا، چون حال باران هم از دوستان عزیز یک ذره آب و هوام خراب است در تابستان و خزان و وقتا خوب میشه بازارا ها. وقت دیگه کار خود به اتمام برسانه. حتما دوستان عزیز تغییرات را که بیرون آورده در داخل هم تغییرات آورده. ما تنها بیرونش می‌بینیم اما داخل هم تغییرات آمده. پاریس ببینید دوستان عزیز که نامش هم تغییر خواهد داد یا که نامش باز تغییر نمیته و هم نام سابقیش استفاده میکنه دیگه موش معلوم نیست. تالارهای عروسی شام پاریس و دیگه دوستان عزیز قصر پاریس بود یا همون یک نام داشت.
مرکز تداوی دندان هم از دوستان عزیز، مرکز تداوی زیبایی چشم هم است، در ملفون هم است، اما نمیتونم که دکتر داخله هم است، یعنی حاصل دوستان عزیز مرض ها را هم دکتر داخله میبینه. باران همچنان دوستان عزیز باریده میره و هوا هم به شدت سرد هست. کالا را رسیدیم هم دوستان عزیز طرف است به نام سیاره کانتیننتال. دوستان عزیز پارکینگ زده و بغل سرک دیگه پارکینگ هست. همین تالار رسید دوستان عزیز در حال جور شدن. این طرف هم شفاخانه کشاز دوستان عزیز، کشای مرکزی البته، آریا سادات هم هست و چندین شفاخانه دیگه هم در حال کار کردن هستن و کار میکنن. سرکام روز دوستان عزیز چقدر فرصت هست، اصلا بیربار نیست. قدم کارمندا هستن دوستان عزیز که میدن و خلاص بقیه دیگه همگی خانه هستن. خود چه کنند این روز بارانی دوستان عزیز براین و بیرون شوند. پانتون طبی افغان سیریز دوستان عزیز و شفاخانه والدویش هم در رو بخش سرک در رو طرف هستن. شفاخانه اطفال مسعود مصطفی هم یک لوحه جا خورده، آنها هم دوستان عزیز واقعا هست یا هم کنی. نام از این برج ببینید دوستان عزیز چقدر جالب است. برج اشکشو، برج اشکشو واقعا یک نامه بسیار جالب و خنده‌دار است. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ان شاء الله که از ویدیو خوشتون آمده باشد، ویدیو لذت برده باشید، ویدیو را لایک کرده، در کانال هم چنل سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان